ما اردوهامون رو شروع کردیم. اول برای شناخته، بعد برنامه‌ریزی اولمون برای تا 20 آپریل برای مسابقات قهرمانی اروپا که تو این بین مسابقات مختلفی هست قبل از قهرمانی اروپا که فاز اول آماده سازیمونه. مسابقات رنکینگ آلبانی، مسابقات زیر 23 ساله های اروپاست و در نهایت هم تو اردو پنجم یا ششم مسابقات قهرمانی بزرگسالان اروپاست که تو 20 آوریل برگزار میشه. بعد از اون همینجوری مسابقات اردوهای مختلفمون انجام میشه که انشالله با امید خدا با یه پیک آمادگی خوب به مسابقات جهانی برسیم. خب طبیعتاً اردو تشکیل میشه برای چی؟ برای اولین اردویی که این اردویی که شروع کردیم اولین اردوی من به غیر از مسئله آماده سازی میگم اردوی شناختمون از بچه‌ها، شناخت بچه‌ها از ما، هرچند که هم مربی‌ها هم کشتیگیرا دورادور ما همدیگه رو میشناسیم و من کشتی آذربایجان رو خیلی خوب میشناسم. کارهای تمرینیمون به جهت اینه که شرایط آمادگیشون روز به روز بهتر بشه که انشالله خدا رو مسابقات مختلف برسه. طبیعتاً ببینید کلاً شاید کشتی آذربایجان جزو 2-3 کشور برتر کشتی فرنگی جهانه و برای من یه افتخاریه که سرمربیگری کشتی آذربایجان و همیشه بچه‌های آذربایجان کیفیت فنی بالایی دارن و اون طبیعتاً اون کیفیت فنی بالا احتیاج به آمادگی بدن داره. اولین مسابقه‌ای که قرار شرکت کنیم مسابقات رنکینگ آلبانیه که انشالله نزدیک بالای تقریبا 20 تا کشتیگیر از نفراتی که توی قهرمانی کشور بودن در شرکت خواهند کرد. بعد دیگه مسابقات مختلفی که تو همون سال اول جواب دادن دیگه انشالله بتونیم یه موفقیت خوبی کسب کنیم برای کشتی آذربایجان به کمک هم.